خب دوستان، شرکت آسوا جدیدن یک سری محصولاتی تولید میکنه، سری کوپ توی 2 مدل تولید شده. یکی کوپ 8 و یکی هم کوپ 4 و کوپ 4ش توی 2 مدل داره عرضه میکنه. یکی کوپ 4 معمولیه و یکی کوپ 4 میلیتریه. حالا صحبتی که روی کوپ 4 میلیتری یا نظامی میکنه میگه که کوپ 4 میلیتری سنسورهاش با کوپ 4 معمولی فرق میکنه و قدرت بهتری داره و وضوح تصویر بهتری میده نسبت به کوپ 4 معمولی و اینکه قیمتش هم الانی که تو سال 2025 هستیم هلوهوش 20000 لیر اینا با هم دیگه اختلاف قیمت دارن. ما را یه پروتون LV4 هم اینجا داریم، سنسوراش هم که کنار هم دیگه بذاریم. یه مقدار سنسورهای کوپ 4 از سنسورهای دستگاه پروتون LV4 معمولی ضخیم‌تره. خب حالا ما این دستگاه کوپ 4 میلیتری ها میبریم تو محیط بیرون و اسکناشو میگیریم، میبینیم که از لحاظ اسکن چه تفاوتایی با دستگاه پروتون LV4 معمولی و زدی M داره دستگاه کوپ 4 میلیتری.